وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه نوبتی اجلاسی دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم که امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده برگزار گردید، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره راههای اتومبیلگرد و فعالیت راهداری، سازشنامه عاید به همکاری دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل در ساحه کارهای آثارخوانوی و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر العلوه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. ضمن بررسی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره راههای اتومبیلگرد و فعالیت راهداری، وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم و رئیس کمیته مجلس نمایندگان عاید به انرژتیکا، صنعت، ساختمان و کمونیکاسیا امان‌الله خیرالله‌زاده تاکید نمودند که قانون مذکور در دایره سازشنامه‌های دوجانبه، کنونسیاها و سازشنامه‌های بین‌المللی اعتراف نموده جمهوری تاجیکستان با مقصد هماهنگسازی، تنظیم و تشکیل اداره‌کنی دولتی در فعالیت راهداری و در اساس اقدام پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن مملکتمان با راه عملی سازی لایحه‌های ساختمان از نوسازی و تأمین راههای اتومبیلگرد تهیه گردیده است. از روی مسئله‌های محاکمه شده قرارهای دخلدار دعوت ششم که امروز تحت ریاست رئیس مجلس